خیلی خوش اومدید حاج آقا. این که گفتم تشریف بیارید خواستم سورپرایزتون بکنم. خواهش میکنم دکتر جان، بریم سر اصل مطلب. برادران لطفاً رونمایی کنید. یا حشر الحاشرین و حشر الباقیات. دکتر جان این خواهرمون کی هستن؟ معرفی میکنم حاج آقا. ربابه X625 اولین ربات اسلامی جهان، محصول کشور آلمان. یه دونه اختصاصی برای ما تولید کردن فرستادن این ور. آلمان اخوی، ما کسی در اون حد با آلمان مراوده ای نداریم. والا از شما چه پنهون حاج آقا. پروفسور سمی بازم مثل همیشه پادرمیونی کردن و اینو خریداری کردن برامون فرستادن این ور. یعنی با خرج خود پروفسور سمی؟ نه خیر حاج آقا، مثل همیشه بیت المال. آها خب الحمدلله، خیالم راحت شد. گفتم یه موقع خدای نکرده مشغولم زنبه ایشون نشیم. حالا کارایی این خواهرمون چی هستش؟ عارضم خدمتتون حاج آقا، مغز رباب مستقیم به چت جی پی تی وصله. یعنی تمام علوم دنیا رو در این خواهرمون جسارتاً. به به، پس برای خودشون یه پا باقرالعلوم هستن خواهرمون. بله حاج آقا، رباب با هوش بالایی که داره میتونه تو مسائل و مشکلات نظام به ما کمک بکنه. خب اگر اجازه بدید دکتر، من یک سوالی از این خواهرمون بپرسم. خواهش میکنم. خواهرم نظر شما راجع به روحانیت چیه؟ روحانیت افرادی سودجو هستن که دین و خدا را به وجود آوردن برای کنترل مغز و مال و جان. یه زمانی این قوانین جواب میداد، اما الان اگه با قوانین روز دنیا پیش نریم جاتون در زباله‌دان تاریخ خواهد بود. الله اکبر. دکتر این کسی دشمن سر ماست، خیلی هم باهوشه، کار دستمون نده. والا حاج آقا، ما باید نگران زمانی باشیم که اکثریت غالب مردم به همچین آگاهی رسیده باشن، وگرنه که این یک رباتیه و کنترلش کاملا دست خودمونه. 3 تا هوش هم داره. هوش مصنوعی رو که الان امتحان کردیم، هوش دومش هوش اورانگوتانه، هوش سومش هوش ارزشیه که سطح آیکیوش در حد یک جلبک پلشته. پس دکتر جان یه لطفی بکنید بذارید روی آپشن اورانگوتان یه تستی بکنیم این خواهرمونو. چشم آقا، اینم اورانگوتان. خواهر اورانگوتانم، نظرتون راجع به روحانیت چیه؟ والا ما اورانگوتانا شانس آوردیم جزو آدم حساب نشدیم، وگرنه شما یه روز سری هم سر ما میکشیدیم و میخواستیم بزون همه رو ببریم به بهشت خیالیتون. لا اله الا الله. دکتر جان شما همون بذاریش روی آپشن ارزشی خودمون. حتما. چشم. خواهرم نظر شما راجع به روحانیت چیه؟ روحانیت پایه‌ای اسلام و نظام اسلامی. ایشالا سایتون رو سرمون مستدام باشه همیشه. ما سگ درگاه مکتب شماییم حاج آقا. آقا حکم بدن حتی برای جهاد فرزندآوری در خدمتتون هستیم. از شما تلمبه، از ما بچه‌های کنگولامبه. کاش من خواهری داشتم که شوهرش با شما با جناب میشد. اوصیکم به شق الله خواهرم، این درسته. دکتر جان شما لطف بکنید رو همین ستینگ برای ما نگه دارید خواهرمون رو. حتما. چشم. بروی چشم. در ضمن حاج آقا، این ربات یک آپشن دیگه‌ای داره به اسم نواب صفوی مود. یعنی هر موقع احیانا صندوق عقب مبارکتون هوس باجناق بازی کرد، این آپشن رو میتونید انتخاب بکنید. یک آلت رباتیک از خواهرمون خارج میشه و میتونید به یک عبادت با کیفیت باهاش بپردازید. اتفاقا پروفسور سمی هم از طرفدارای پروپاگورس همین آپشنه. پس علا ایها الحال دکتر جان بذاریدش روی همین آپشن نواب صفوی که با این خواهرمون یه باجناق بازی حلال و عفیفانه‌ای بکنیم انشاءالله. حتما. خواهش میکنم. اجرکم بالله.